درود احترام به تمام شما دوستان عزیزم. امیدوارم که بچه حالتون عالی باشه. امروز اومدم یه سری نامتناهی براتون حل کنم. فوق العاده است. گفته سری n از 1 تا بی‌نهایت صورت n فاکتوریل به علاوه n مخرج n به علاوه 2 فاکتوریل. گفته وضعیت همگرایی رو یه بررسی بکنید، بعد اگه همگرا بود بگید به چه نقطه همگراست، اگه باگرا هم بود که هیچی. بیایید بریم ببینیم برای همگرایی این باید چیکار کنیم. ببینید شما شاید تصور داشته باشید که چون تو صورت ما n فاکتوریال رو داریم معمولا شاید این سری رو بخواید سریع بگید واگراست. نه اینطوری نیست. این یک سری خیلی قویه. اگر من بتونم یه جورایی یه کران بالا براش پیدا کنم و بعد نشون بدم کران بالاش یک سری همگراست، با استفاده از آزمون مقایسه کار همگرایی رو برای این سری تموم کردم. با من بیاید ببینید بچه‌ها، من میخوام بگم n فاکتوریل به علاوه n تقسیم بر n به علاوه 2 فاکتوریل. خوب دقت کنید، قطعا میدونید این عبارت بزرگتر مساوی با چیه؟ صفره. و اگر من این رو به این فرم بنویسم n فاکتوریل به علاوه به جای این n بذارم چی؟ n فاکتوریل، مخرج رو هم همون n به علاوه 2 فاکتوریل بذارم. این میتونه در واقع یک کلمه حالا برای این باشه. صورت کسر رو بزرگ کردی، کسرتون بزرگ میشه. این رو ببینید به این فرم در میاد. 2 در n فاکتوریل، مخرج رو هم اجازه بدید به این فرم بنویسم n به علاوه 2 n به علاوه 1 در n فاکتوریل. راحت میتونید تشخیص بدید که این n فاکتوریل رو میتونید از صورت مخرج کسر ساده کنید. و بعد اگه اجازه بدید من سریع بهتون بگم 2 مخرج چیه بچه؟ n2 به علاوه 3n به علاوه 2. مخرج رو کوچیک کنید باز کسر بزرگ میشه. من فقط عبارت یا اون سازه n2 شو می‌نویسم. 3n به علاوه 2 رو حذف میکنم. پس کسر کوچیک، مخرج کوچیک میشه، کسرتون بزرگ میشه. و میدونید اینم که کوچکتر از چیه بچه‌ها؟ کوچکتر از 1 تقسیم بر n2. ببینید چقدر راحت من براش یک کلمه بالا پیدا کردم بر اساس یک سری شناخته شده. اینو تو ویدیوهای قبلی خودم براتون ثابت کردم که سری 1 تقسیم بر n2 n از 1 تا بی‌نهایت یک سری همگراست. به چی بچه‌ها؟ به p2 ششم. یعنی نشون میدید دادیم قبلا که این سری یک سری همگراست. حالا با استفاده از چی بچه‌ها؟ با استفاده از آزمون مقایسه شما میدونستید که اگر an براتون یادآوری کنم کوچکتر از bn باشه، سری bn n از 1 تا بی‌نهایت یک سری همگرا باشه، بر اساس آزمون مقایسه سری an هم همگراست. همینجا هم از این استفاده می‌کنیم. پس طبق آزمون مقایسه سری مطلوب شما یعنی n فاکتوریل به علاوه n تقسیم بر n به علاوه 2 فاکتوریل n از 1 تا بی‌نهایت چیه بچه‌ها؟ همگرا است. پس همگراییش رو به راحتی با استفاده از آزمون مقایسه براتون نشون دادم. حالا وقتی رسیده که با این سری ترفندا بریم سراغ اینی که ببینیم سری به چی همگراست. با من همراه باشید، تابلو رو تمیز کنم برگردیم ادامه بدیم. خب بچه‌ها ببینید این سری که داریم رو بازش می‌کنیم. ابتدای کار سری رو باز می‌کنیم. برابر خواهد بود با. خب من این سری رو به این فرم براتون نوشتم. بیایم تمرکزمون رو بذاریم رو سری اول. خوب دقت کنید بچه‌ها، من این سری رو میتونم n به علاوه 2 فاکتوریل رو میتونیم چی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم n به علاوه 2 در n به علاوه 1 در n فاکتوریل. این n فاکتوریل رو با صورت ساده کنیم. سری اولمون به این فرم میشه. درسته؟ سری دوم رو هم خودش رو می‌نویسم. خب چیکارش می‌کنیم بچه‌ها؟ ببینید من این سری اول رو گفتم تمرکز رو می‌ذاریم رو این سری. خوب دقت کنید. با استفاده از تجزیه کسر به کسرهای جزئی، اینو توی ریاضی‌عمومی یک یاد گرفتیم. به این فرم میشه برابر است با a تقسیم بر n به علاوه 1 به علاوه b تقسیم بر n به علاوه 2. بعد برم a و b رو چیکار کنم بچه‌ها؟ پیدا کنم. یه در واقع محاسبه ساده به من نشون میده که این میشه a در n به علاوه 2 به علاوه b در n به علاوه 1. مخرج کسر هم که حاصل ضرب n به علاوه 1 در n به علاوه 2. خب ببین بچه‌ها این رو ضرب کنید. این دو تا کسر میدونید که با هم برابرن. مخرجا که با هم برابرن، صورت‌ها هم باید با هم برابر باشه. صورت این کسر رو ساده کنید میشه an به علاوه bn به علاوه 2a به علاوه b مساوی میشه با صورت این کسر که یکه. از n فاکتور بگیر a به علاوه b ضریب n. چند جمله این بر ضریب چند ضریب n؟ 0 ضرب در n به علاوه 1. پس نتیجه میگیری که a به علاوه b باید چند باشه؟ 0. عدد ثابت چند؟ 2a به علاوه b.
2a به علاوه b باید چند باشه؟ عدد ثابتون بر 1. یه دستگاه حل کن. این دستگاه رو که حل کنی آمون برابر میشه با معادل دوم منهای معادل اول a1 در میاد. از این معادل دوم a با b منقلن b مون میشه چی؟ منهای 1. یعنی کسر بالا رو کسر عبارت داخل سری اول رو میتونم به این فرم بنویسم. خوب دقت کنید بچه‌ها، سری 1 تقسیم بر n به علاوه 1 به علاوه. چرا؟ چون این کسر شد a تقسیم بر n به علاوه 1 آمون 1 به علاوه b تقسیم بر n به علاوه b منهای 1. پس میتونیم بنویسیم منهای 1 تقسیم بر n به علاوه 2. n حالا ببینید بچه‌ها در عین اینکه حالا تجزیه شد به در واقع بر اساس دو کسر جزئی تجزیهش کردم، حالا تکنیکی که میخوام اینجا بهتون یاد بدم n رو از 1 بگیرید تا n حد بگیرید، n رو میل بدید بره به سمت میاد، هیچ فرقی نمیکنه. به علاوه حالا سری دوم رو چیکار کنم؟ سری دوم رو علاقمندم یه جوری یه متغیر جدید اضافه کنم، یه جورایی در بچه میخوام اینو وصلش کنم به سریای توان. برای این کار میتونم به این فرم بنویسم حد، خوب دقت کنید، سری n تقسیم بر n به علاوه 2 فاکتوریل x به توان n منهای 1 زمانی که x مون میل کنه به سمت 1. n هم از 1 تا b نهایت. متغیر جدید x رو آوردم، حدم بگید به جای x بدید 1، حاصلش همینه، یعنی اتفاقی نمیفته، فقط ما این متغیر جدید ایجاد کردیم که بعد متصلش کنیم یه جورایی به سری توان، بعد ببینیم میتونیم تابع مقدماتش رو بنویسیم یا نه. اوکی، به این سری نگاه کنید. این طبیعیه که سری چیه بچه‌ها؟ تلسکوپیه. همه شما اینو با این کار کردید. سری تلسکوپیشو بنویسیم، شما می‌دونید برابر میشه با حد n به سمت بی‌نهایت. حالا سری رو بنویسید، به جای n بدید 1 میشه 1 دوم بعد منهای 1 سوم به علاوه 1 سوم منهای 1 چهارم به علاوه همینطور. جمله آخرش چیه بچه؟ به جاش n بذارید میشه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 منهای 1 تقسیم بر n به علاوه 2 زمانی که n به سمت بی‌نهایت میره. اینجا هم فعلا تمرکزم روی این قسمت. این سری رو هم همینجا خودش رو می‌نویسم. اوکی؟ فعلا بذارید تکلیف این سری رو معلوم کنیم. الان زمان ببینید 1 سوم، همه این جملات با هم ساده میشن، فقط این 1 دوم میمونه و این جمله آخر منهای 1 تقسیم بر n به علاوه 2 که وقتی n رو به سمت بی‌نهایت میل بدید مخرجش بی‌نهایت 1 تقسیم بر بی‌نهایت 0، کل این سری برابر میشه با 1 دوم. یعنی سری اول شما، یعنی این سری خودش یک سری همگرا به 1 دوم. اوکی، به علاوه بریم سراغ سری دوم. سری دوم رو چجوری میتونم ردیفترش کنم؟ x به سمت 1. ببینید بچه‌ها n تقسیم n ضرب در x به توان n منهای 1. یاد چی میندازه برام؟ d به d x به توان n میشه n x به توان n منهای 1. پس من یه عملگر مشتق اینجا می‌نویسم سیگما x به توان n تقسیم بر n به علاوه 2 فاکتوریل n از 1 تا بی‌نهایت. می‌بینید شیک‌ترش دارم میکنم، همینجوری دارم نزدیکترش میکنم به اون چیزی که تو ذهنمه که برسم به یک سری توان، به یک تابع مقدماتی که سری توانش اینجا پیداست. خب باز هم یک تغییرات کوچولو میخوام بدم. بیاید تو این سری n رو تبدیل کنید به n منهای 2 که این n به علاوه 2 فاکتوریل بشه در واقع n فاکتوریل. حاصلش میشه چی بچه‌ها؟ میشه 1 دوم به علاوه حد x به سمت 1 d به d x سیگما. خب x به توان n منهای 2 n فاکتوریل. اینجا n از چند شروع میشه؟ وقتی n به n منهای 2 تبدیل میشه اینجا n از 3 شروع میشه تا بی‌نهایت. خب دیگه فکر کنم بچه‌ها متوجه شده باشید دارم به یه تابع نمایی میرسم e به توان x. آفرین. فقط چی اضافه است؟ اینجا x به توان منهای 2 اضافه است. یعنی اگر x به توان n بود کار تموم. اینجا می‌نویسیم x به توان n ضرب در x به توان منهای 2. x به توان 2 رو میارم به توان منهای 2 رو میارم تو مخرج میشه 1 به توان 1 تقسیم بر x به توان 2. از داخل سری من میاد بیرون چون سری بر حسب n بسته شده. چه اتفاقی براش میفته؟ میشه 1 دوم به علاوه حد x به سمت 1 d به d x 1 تقسیم بر x2 سری x به توان n تقسیم بر n فاکتوریل n از 3. تنها چیزی که من اجازه نمیده من به جای این بنویسم ای به توان x این که تو سری توان
تابع نمایی به توان x، اینجا این از 0 شروع میشه ولی این از 3 شروع میشه. چیکارش کنیم؟ من همینجا اگه اجازه بدید اینو صفر میکنم، میام جملات به ازای n مساوی با 0، n مساوی با 1 و n مساوی با 2 رو ازش کم میکنم. به n بدید 0، عدد به توان 0 1 0 فاکتور منهای 1 منهای به n بدید 1 x به توان 1 x، به n بدید 2 x به توان 2 میشه x به توان 2 دوم. یعنی اون تعداد جملاتی رو که اضافه کردم n مساوی با 0 n مساوی با 1 n مساوی با 2 رو به این سری اضافه کردم، اینجا هم ازش کم کردم. اوکی؟ پس هیچ تغییر خاصی در واقع اعمال نمیشه. به جز این که الان دیگه من میدونم این تابع ای به توان چیه بچه‌ها؟ x. یعنی میتونم اینو بردارم جاش بذارم ای به توان x. حالا اگر اجازه بدید تابلو رو یه مقدارش رو پاک کنم، برگردید مسیر با هم ادامه بدیم، داره تموم میشه داستان. خب بچه‌ها نگاه کنید، من از همینجا ادامه میدم، اینجا برابر میشه با 1 دوم به علاوه. حالا این 1 به توان 1 تقسیم بر x رو ببرید داخل، چه اتفاقی میفته؟ میشه حد x به سمت 1 d به d x ای به توان x تقسیم بر x2 منهای 1 ضرب در 1 تقسیم بر x2 میشه منهای 1 تقسیم بر x2 منهای x تقسیم بر x2 میشه 1 x منهای x2 دوم در 1 تقسیم بر x2 میشه منهای 1 دوم. تمام شد. حالا لازمه بیاید از جملات این عبارت داخل پرانتز، چون در واقع عملگر مشتق پشتشه، دونه به دونه مشتق بگیرید. حاصل 1 دوم به علاوه حد x به سمت 1 مشتق این میشه x2 ای به توان x منهای 2x ای به توان x تقسیم بر x4 مشتق این به علاوه 2 تقسیم بر x مشتق این به علاوه 1 تقسیم بر x2 مشتق یک دوم هم که 0. حالا بچه‌ها فقط لازمه که x رو بدید 1، حد باید بگیرید x رو بدید 1، حاصلش رو به دست بیاریم 1 دوم به علاوه به x بدید 1 میشه منهای ای تقسیم بر 1 شم که هیچی، به علاوه اینجا میشه 2 به علاوه 2 به علاوه 1 3 یه مخرج مشترک بگیرید میشه 7 دوم منهای ای و این در واقع نقطه همگرایی سریعیه که بهتون داده. یعنی در واقع تو این سوال اومدیم یک سری نامتناهی داشتیم، ثابت کردیم همگراز و بعد با استفاده از این تکنیک هایی که اینجا براتون نوشتم و این خیلیاش بازنشانی و در واقع جایگذاری های عجیبیه که براتون انجام دادم که یاد بگیرید، نشون دادیم نقطه همگرایش به 7 دوم منهای ای میرسه. خب امیدوارم که بچه‌ها ازش لذت برده باشید. من سعی می‌کنم سوالای پرچالش رو براتون انتخاب کنم که وقتی یه دونه‌شو حل می‌کنیم کلی ایده، کلی در واقع از این تکنیک‌ها و فن‌هایی که توش استفاده می‌کنیم شما ببینید و تو ذهنتون سیو بشه تا بتونید برای سوالای بعد ازش استفاده کنید. امیدوارم که بچه‌ها من لایک کنید، کامنت بذارید تا بتونه این ویدیو و این تلاشی که در واقع برای حل این مسائل می‌کنیم در مقابل دیدگان بیشتری از دانشجویان کشورمون قرار بگیره تا تقریبا شاید یک کوچولویی بتونه ارتقا بده دانش ریاضی دانشجوهایی که یه مقدار در نقاط محروم‌تر دارن زندگی می‌کنن و تحصیل می‌کنن. خب تا ویدیوی بعدی که براتون آماده می‌کنم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که شاد باشید و دیگران رو هم شاد کنید. بدرود.